سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. من امروز میخوام از این چت بات کلاود از شرکت آنتروپیک استفاده بکنم. چند وقت پیش اومدم این کار انجام بدم و تو قسمت ثبت نامش موندم. امروز میخوام کلا یه کاری بتونم انجام بدم، ببینم آیا ما میتونیم از ایران اینجا ثبت نام بکنیم. قبل از این مرحله من با ایمیلم ثبت نام کردم و یه کانفirmation موبایلی هم از من خواسته و یه شماره موبایل آمریکا از من خواست. اینجا میخوام یه سرویس ایرانی معرفی کنم به اسم نامبرلند که میشه ازش چیز گرفت، یعنی شماره تلفن مختلف گرفت. اینجا مثلا میایم میبینیم که مثلا برای کلاد ای آی هم انگار شماره تلفن داره، یعنی شماره که میشه برای کلاد استفاده کرد. حالا کشورهای مختلف میگه چی موجود داره ازش و قیمتش. من اینو اینجا لاگین میکنم. این شماره اینا رو باید پاک کنم از اینجا، ولی خب نمیخوام خیلی کار پیچیده بکنم. کدو بزنم. این سرویس نامبرلند رو میگم من نه تبلیغ ازشون گرفتم نه چیزی. حالا فکر کنم یه امکانی دارن که یه لینکی من بدم، مثلا شما از اون اگر وارد بشید یه نمیدونم خرید بکنید، یه چیزی هم به من میده. ولی خیلی الان فعلا دنبال این چیزا نیستیم. من یه اشتباهی هم کردم که یه اه، چی میگن شارژ زیادی برای این خریدم. خب من اینجا میام و یه مثلا برای کلاد ای آی انتخاب میکنم و یه شماره آمریکا انتخاب میکنم. شماره آمریکا رو قیمتش 58700 تومنه. بعد میزنم دریافت. من آی پی من بکنم آمریکا که این آمریکاست. خب قبول دریافت شماره. الان این شماره که اینجا دادن رو کپی میکنیم، میایم توی این جناب کلاد انجام میدیم. بعد اینم تایید میکنیم تا برام یه دونه کد تایید بفرسته. صدایی که احتمالا شنیدید یا نشنیدید وقتی که این کد به این نامبر لنده میاد، همین از اینجا کپی میکنم و میام اینجا وارد میکنم و وارد این کلاب میشم. اوکی. اینم که باید تایید کنیم دیگه، کار دیگه نمیشه کرد. خب یه چیزی که دیده بودم این بود که میشه از این کلاد برای تولید کد و اینا استفاده کرد و من امروز اصلی ترین هدفم این بود. خب ببینم کجا باید اینو پیدا بکنیم. من همینجوری مثلا سرچ میکنم، میگم چی generate a simple to do app in a single HTML file. ببینیم چی میشه. او خوبیش اینه که این داره اینجا چیز میکنه، اون اپ HTML که ساخته رو همینجا هم رام میکنه. زمین رو یه ذره کوچیک‌تر کنم ببینم چی نوشته. کلیک تو اوپن وبسایت بزنیم چه اتفاقی میفته؟ کاری نمیکنه. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ کنسولی هم گذاشته اینجا. لاگین تو کلاب با اینتر اد نشد. با این دکمه اد بزنیم چیکار میکنه؟ این کار نمیکنه. error uncode reference error cannot access to do's before initialization. چون error داره دیگه. اوکی ببینیم چیز دیگه ای هست که copy content download to file publish چیکار میکنه؟ این یه چیزی که به ما میده آرتیفکته. بعد که اوکی ببینیم وقتی میخوایم پابلیش کنیم پول و اینا نمیخواد ازمون. اینو میتونم کپی کنم و حالا فرض کنیم توی صفحه دیگه من بیام اینو به اشتراک بذارم. ولی یه چیزی باید امتحان کنیم ببینیم کلا کدومی که از صفحات ما به اشتراک گذاشته شده. م، نه من از اینجا میتونم. خب این داره صفحه جدید رو باز میکنه. من میتونم یه ذره خودم رو کوچیک‌تر کنم. فکر نمی‌کردم اینقدر بزرگه. امیدوارم که تا اینجا خیلی
زیاد نبوده باشه. اوکی. خب میگه که شما دارید یه چیزی که یوزر تولید کرده رو میبینید. خب اون اپی که اونجا ساخته بودیم اینور ساخته شده، مثلا آیتم یک اد میکنیم و این کار نمیکنیم، میگه که این تو اینیشالایز نشده. میایم چیکار کنیم؟ خب این نامبرلند هم ببندیم، این آنتروپیک هم ببندیم، ببینیم چطور چیکار میشه کرد. حالا این گفته که بیاید سعی کنید، نگفته سعی کنید، ببینید فایلش هم دانلود کنم ببینم شاید اون فایل بهتر باز میشه. خب همینو من اینجا باز کنم، با چی باز میکنه؟ خب اینجا باز کرد، هلو. الان بهتر کار کرد. نمیدونم چرا، احتمالا تو اون پریویو چیز نمیکنه، ران نمیکنه. و حدسم هم این هست که توی یه چی میگن از این لوکال دیتابیس های خود مرورگرا اینا رو ذخیره میکنه. مثلا create a new account، بعد پاک کنیم چی میشه؟ پاک میکنه. خیلی عالی. همین کار رو مثلا میتونستیم با چیزم انجام بدیم. فرض کنید اینا رو نمیخوام ببینید شما، با دیپسیک. این چیز خاصی نیست اینجا. دیپسینک امروز صبح انگار خیلی شلوغ شده بود و دسترسی نمیداد. من اینجا میخوام بگم که کریت، مثلا همون دقیقا کپی کنم که ببینیم این چی کار میکنه. همچنان مثل همیشه میگه که user wants simple to do app in single HTML file. خب یه چیزی که اینجا داره، من اینو دیروز خودم تازه کشف کردم، اینه که میتونی اینجا ران HTML بزنی. یعنی قبلا کارهایی که خیلی وقتا من میدونستم میشه کرد این بود که این کد HTML رو به شما میده و شما اونو میتونید خودتون استفاده کنید، مثلا بالا بیاید و اینا. الان یه امکان رندر کردن و اجرا کردن اون تیکه کد HTML هم که زده رو بهتون میده. خب این الان ران میکنیم ببینیم چی میشه. الان دیپسیک همین تو دو لیست هم اینجا ران کرد. خب اینم با اینتر کار نمیکنه ولی اوکی. رود HTML فایل باز با اینتر کار نمیکنه. اوکی. آیا این گزینه پابلیش و اینا داره نداره؟ خب اون کلات یه چیزی که داشت این بود که میتونستی پابلیش کنی. بعد دیگه چیکار میشه کرد؟ میتونیم این محتوا رو کپی کنیم. بعد من حالا اینجا صفحه به اشتراک بذارم یا نه نمیخواد، اینجوری یه فایلی یه وردی که یه لپتاپم میسازم. بعد این HTML رو ذخیره میکنم. دیپسیک دیپسیک تو دو ذخیره رو میکنیم. حالا بریم اینو باز کنیم و ببینیم چه میشه. که من اینو میارم توی همین مایکروسافت اج باز میکنم. چی شد؟ چه جالب چه جالب. آخ آخ. همین چی شد؟ اینا جفتشون دارن توی مرورگر یه دونه دیتابیس میسازن، احتمالاً جفتشون هم دیتابیسشون تو دوه. بعد جفت اینا دارن به یه دیتابیس وصل میشن. این تو دو لیستیه که دیپسیک ساخته و این تو دو لیستیه که جناب کلاد ساخته. هلو چی این اسمش هست؟ نگاه بکنید to do app.html، اون یکی کلاد ساخته. خب بعد بیاید این تب بغلی، احتمالا من این اگر ریفرش کنم، خب اینم اومد هلو کلاد. بعد اینجا می نویسم هلو دیپ سیک. این با اینترنت کار نمیکنه، اینش بده. بعد خب جفتشون اسمشون سیمبل تو دو اپ. احتمالاً مثالایی که اینو پیدا میکنم برای چیزای اینجوری خیلیاش مثل همه دیگه. مثالا که نه، منظورم که خیلی بدیهی یاد گرفتن دیگه. جفتشون احتمالاً اسم اون دیتابیس رو میذارن تو دوست. خیلی جالب بود. میتونیم از چیزام تست بکنیم. چت جی پی تی. چت جی پی تی هم امکان جدید که گذاشته کنواسه، که من باز عیناً همون متنی که اینجا نوشتم رو کپی میکنم برای اینکه ببینیم این چیکار میکنه. جنریت سیمپل
تو دو اپ این سینگل چین متد. حسم اینه که بهتر بود، با مدل اووانش هم داریم این کار انجام میدیم. حسم اینه که بهتر بود به جای سیمپل تو دو اپ میگفتم یه ذره مثلا کاملتر همه کارا رو بکنه، مثلا چه میدونم دان شد، اولویتش چیه و الی آخر. و حالا خیلی کارهای مختلف میشه کرد دیگه. یعنی شما فرض کنید که همین دستوری که دارید می‌نویسید در ادامه میتونید ازش بپرسید آقا من اینو چجوری بیارم روی سایتی بالا بیارم، چجوری میتونم یه کاری بکنم این واقعا ذخیره بکنه. و واقعا تا حد خوبی خیلی از برنامه‌های ساده رو به نظرم میشه با همین رو نوشت. و یه جورایی اصلا میشه کارهای روزمره که خودمون داریم انجام میدیم رو با یه سری برنامه اینجوری حل کنیم. خب این فعلا اون حالتی که من بتونم ران کنم رو نمیبینم. خب یه امکانی که داره میشه اینه که اینجا ادیت کرد. باز همینم کپی کنم. خب بعد یه فایل برای این میسازم، اسمش رو میذارم تو دو. خب چی؟ چت جی پی تی آندرلاین تو دو. چت جی- اینم بیاریم توی همین پیج باز کنیم ببینیم چه شکلی. خیلی جالبه این اومده طرف کرده همون آیتم هایی که این دوتای دیگه ساخته بودن رو هم اینجا بیاد نشون بده که خب احتمالاً اونو با یه فرمتی ذخیره کردن که این نمیتونه نشون بده، ولی اگر برای خودش یه آیتم جدید ایجاد کنیم احتمالاً اونو بتونه خودش نشون بده. خب این آخری که هلو چت نوشتیم همینیه که اینجا ذخیره کردیم، هلو چت جی پی تی. بذاریم اینجا هم ببینیم. پس این چیزی که تو دو لیستیه که دیپ سیک ساخت، این تو دو لیستیه که الاد ساخته برامون، و این هم تو دو لیستیه که جناب چت جی پی تی اومد ساخته کنواسش. اینا رو پاک میکنم و احتمالاً اینا از اینجا هم پاک خواهند شد. ریفرش بکنیم. خب جالبه اون چیزی که چت جی پی تی ساخته رو اینا نمیتونن بخونن، اون چیزی که این میسازه اون نمیتونه بخونه، ولی اینو برای هم دیگه میتونن بخونن. اوکی ما الان اکانت چیزم ساختیم، کلادم داریم. من میخوام یه سری همینجور تسکای برنامه کد زدن و اینا رو سعی کنم با اینا انجام بدم ببینم چه فرقی با هم دیگه داره.